تو من هوا تو دارم به به چی؟ گدا دستش دست نمیاد. با عرض سلام، اینجا ایران، راز بقا. فقط بچه های کارخونه قندن که میتونن 3 ماه حقوق نگرفته باشن و مثل خر در اینجا کار کنن. فقط ماییم که اینطوریم. خاک اینجا بسیار کسخل خیز است. هر کی میخوره آب اینجا رو کسخل میشه. فقط ما این کتاب 29 هم کار میکنیم و حقوق 2 ماه نگرفتیم. 20 سال دیگه فیلم مهندسی تو گذاشتی. این عمرتو میبره. به گدا همینجور که آقای به گدا همینجور که آقای احمدی میگه همینطوره. اینجا خیلی خوبه. یه مهندس دزدانی داره کارها رو پیش میبره. همین کارا 0% با امیر مرادی حمایتگر آقای یزدانی هستن. رئیس کاروان همه چی با رئیس کاروان. یه دوربین رو برعکس کنیم. سویه رفتم تعمیرگاه و حسین وکیلی گفت یعنی امین میخواد بشه متصدی؟ نه کی بود میگفت؟ معتمدی هم بود؟ معتمدی اون موقع اونجا نبود. نه اومده اصلا امروز؟ آه نه چیز میگفت، میثم میگفت. میثم با چیز با پیمان گفتن توربین زرت نخوابونین اینجا. همکنون شاهد یک دعوا هستید. شهرشو به پا کرد. نگاه کن این شهر به پا کرد. این نگاه کن شانس آوردی هیچکی نیست. حالا همین رو همونجا چیزی یه دونه از این پیچه کم داریم. سعید میگه که همه رفتن ما نشستیم اینجا داریم کار میکنیم. دارم میگم که ما راز بقا رو گفتم دیگه. سراز تو برنامه خواب بودم.